بحث روی این است که اگر در یک شهری دیگر یا در کشوری دیگر هلال رمضان را مشاهده کردند، ما که در شهری دیگر هستیم یا در کشوری دیگر هستیم، در مناطق دوردست و دورافتاده هستیم، آیا بر ما هم لازم هست که ماه رمضان را یعنی فرداش را روزه بگیریم؟ شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه امروز می‌پردازیم به یکی از مسائلی که در جامعه ما مطرح است و چه بسا که احیانا باعث اختلاف شده در میان برخی از مردم و در این زمینه چون که دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، به این خاطر این مسئله رو من خدمت شما به صورت شفاف بیان می کنم تا اینکه با یک بینش دقیقی در واقع به این مسئله و این اختلاف در واقع ما بنگریم. بحث روی این است که اگر در یک شهری دیگر یا در کشوری دیگر هلال رمضان را مشاهده کردند، ما که در شهری دیگر هستیم یا در کشوری دیگر هستیم، در مناطق دوردست و دورافتاده هستیم، آیا بر ما هم لازم هست که ماه رمضان را یعنی فرداش را روزه بگیریم؟ فرض بکنیم که مثلا ما در کشور پاکستان قرار داریم یا در کشور ایران هستیم، در یک کشور دیگر، در ترکیه، در عربستان سعودی، در جای دیگر مثلا امروز ماه رو دیدند، گفتند که امروز آخرین روز ماه شعبان هست و فردا آغاز ماه رمضان هست. آیا بر ما هم لازم هست که همراه با کشورهای دیگر، همراه با شهرهای دیگر ما هم روزه بگیریم، یا اینکه خیر خودمان نگاه بکنیم هر وقتی که ماه را دیدیم اون وقت ما روزه بگیریم؟ این مبحث رو از نظر شرعی و فقهی میگویند که اختلاف مطالع، یعنی مطلع و افق هر شهری که با همدیگر در واقع متفاوت هستند، آیا اختلاف مطالع و اختلاف افق از نظر شرعی معتبر هست یا اینکه معتبر نیست؟ در میان فقها چندین قول در این زمینه وجود دارد. قول اول و دیدگاه اول این است که اختلاف مطالع هیچ گونه نقش و تأثیری رو ندارد، یعنی این که تمام دنیا و تمام مسلمانان باید هماهنگ باشند، متحد باشند. اگر ثابت شد که در یک کشوری در غرب مثلا ماه را دیدن، در شرق هم باید روزه بگیرند. در شمال دیدن، مردمی که در جنوب هستند هم باید روزه بگیرند. مردمی که در کشوری دیگر هستند، در شهر دیگری هستند، ولو این که افقشون با هم دیگر متفاوت باشه، تمام باید روزه بگیرند. این قول برخی از فقها هست، برخی از فقهای احناف در این زمینه و همچنین برخی از فقهای مالکی ها این دیدگاه را دارند که اختلاف مطالع هیچ گونه اعتباری رو نداره. هر وقت که ثابت شد که در فلان شهر و فلان کشور ماه را دیدن، بر تمام مسلمانان واجب و لازم هست که فردا را به عنوان اولین روز ماه رمضان در واقع روزه بگیرند. دلیلشون هم این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب مسلمانان فرمودند که اذا رأیتموه فصوموا، هر وقت شما ماه را دیدید روزه بگیرید. این خطاب برای تمام مسلمانان هست. وقتی که در عربستان سعودی یا در هر کشور دیگر بالفرض ماه را دیدن، به این معنی هست که ما دیدیم، زیرا که مسلمانان ماه را دیدن. این دلیل اولشون هست. و دلیل دوم هم این است که این برای وحدت بهتر هست. امت مسلمان باید وحدت داشته باشند، انسجام داشته باشند، در یک روزی این عبادت را آغاز بکنند و در یک روزی با هم دست جمعی همه عید بکنند. این دیدگاه اول هست با دلایلی که در این زمینه دارند. اما دیدگاه دوم و نظر دوم که در این زمینه وجود دارد این است که هر شهری برای خودشون مستقل هستند و افق در واقع جداگانه‌ای رو دادند
و لازم نیست که یک کشور حتما با کشور دیگر باید روزه بگیرد. در یک کشور امروز دیدند خب فردا رو روزه بگیرند، اگر در کشور دیگر امروز ماه رو ندیدند فردا روزه نگیرند، پس فردایش روزه بگیرند. این دیدگاه دوم در این زمینه هست. و روایتی هست در صحیح مسلم که یکی از شاگردان عبدالله ابن عباس که معروف است به کریب مولای ابن عباس بوده، یعنی برده آزاد شده عبدالله ابن عباس عموزاده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. ایشون تعریف میکند که من رفته بودم در سفری به شام پیش معاویه رضی الله تعالی عنه و ماه مبارک رمضان فرا رسید. ما رفتیم و هلال را جستجو کردیم، نگاه کردیم برای هلال. شب جمعه که فردا روز جمعه هست، امروز روز پنجشنبه، یعنی شامگاه روز پنجشنبه و شب جمعه ما هلال رمضان را در شام دیدیم. در سوریه که بودیم در شام ما ماه رمضان را ابتدایش را در روز جمعه ما اینو ملاقات، در شب جمعه در واقع ما هلال رمضان را مشاهده کردیم. میگه من در اونجا موندم چند مدتی رو و آخر ماه رفتم به مدینه منوره. به مدینه منوره رفتم، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه از من سوال کرد که شما ماه رمضان را، هلال رمضان را کی دیدید؟ گفتم که شب جمعه بوده، شامگاه روز پنجشنبه و شب جمعه ما هلال رمضان را در شام رؤیت کردیم. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمودند که اما ما روز شنبه دیدیم، شب شنبه ما دیدیم، شما شب جمعه دیدید هلال را، ما شب شنبه دیدیم، یعنی یک روزی بعد از شما ما هلال را دیدیم. کریب میگن من به حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه گفتم که شما اون رؤیت معاویه رو حساب نمی کنید؟ خب ما دیدیم اونجا، همه دیدن ماه رمضان رو، در واقع هلالش رو همه دیدن و معاویه هم دستور داد همه مردم روز جمعه روزه گرفته بودن به عنوان اولین روز ماه مبارک رمضان. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمودند که خیر، ما هلال رمضان را شب شنبه دیدیم، یا این که هلال شوال را باید ببینیم ما هر وقتی که ما ماه عید را، هلال عید را ما مشاهده کردیم فرداش ما عید میکنیم، یا این که ماه مبارک رمضان را ما 30 روزش کامل میکنیم. گفت که آیا اون که معاویه دیده مردم در شام دیدن اون محسوب نیست؟ فرمودند که نه خیر، رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما این گونه دستور داده صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته، هر وقت که ماه را دیدید روزه بگیرید، یعنی ماه و هلال رمضان را، و هرگاه که هلال عید را دیدید فرداش هم عید بکنید و ماه مبارک رمضان دیگه تمام میشه. این دیدگاه دوم هست. در این زمینه دیدگاه دیگری هم وجود دارد که و اون این هست که شهرها و کشورهایی که افقشون یکی هست، یعنی طلوع و غروب آفتاب در این شهرها یا کشورها هماهنگ هست، همزمان آفتاب طلوع می کند و همزمان آفتاب در واقع غروب می کند و از نظر شرعی و فقهی گفته می شود که افق این شهرها در واقع یکی هست، اختلافی رو با هم دیگر ندارند. آفتاب همزمان طلوع می کند و همزمان غروب می کند. در این شهرها، یعنی دیدگاه سوم این است که در چنین شهرها باید اگر در یک شهری، در یک کشوری ماه را دیدند و هلال رمضان را دیدند، بقیه کشورها و بقیه شهرهایی که افقشون یکی هست دقیقاً، یعنی هنگام لحظه طلوع آفتاب و غروب آفتاب دقیقاً یکی هست و متفاوت نیست، اینها هم باید روزه بگیرند. دو کشور هستند در کنار هم دیگر هستند، یا دو شهر هستند در مجاورت یک دیگر و از نظر افقی با همدیگر هیچ گونه تفاوتی رو ندارند. و دیدگاه سوم این است که این شهرها و این کشورها باید اگر در یک از این شهرها و کشورها هلال رمضان رویت شد، در تمامی این کشورها باید روزه بگیرند. این دیدگاه یک دیدگاه وجیه‌تری هست و قوی‌تری هست و فتوای بسیاری از فقهای احناف و مالکی ها و شافعی ها و همچنین انتخاب و رأی علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در این زمینه هم این هست. و جالب اینجا هست که اگر ما از نظر عقلی هم نگاه بکنیم، فرض بکنید که در مثلا کشورهایی که در شرق مثلا وجود دارند، فرض بکنید ایران رو مثلا نسبت به عربستان سعودی، تفاوتی که افقی مثلا که وجود دارد، تفاوت افقی و طلوع و غروب آفتاب احیانا به نیم ساعت یا یک ساعت مثلا میرسد. آیا مگر ما میتونیم فرض بکنیم که در پاکستان مثلا الان در این ساعت آفتاب غروب کرده، اما در عربستان سعودی یک ساعت بعد آفتاب غروب میکند؟
آیا کسانی که در عربستان سعودی هستند می توانند که با افق پاکستان افطار بکنند؟ به این دلیل که چون که الان در پاکستان در کراچی مثلا غروب هست و الان شب هست، آیا در جایی که هنوز آفتاب غروب نکرده میتونند روزهشون رو در واقع به پایان برسانند و افطار بکنند؟ چون این چیزی وجود نداره و خلاف شرع هست. و یعنی وقتی که ما نگاه بکنیم هم از نظر عقلی و هم از نظر علمی چون این مطلبی در واقع درست نیست. پس بنابراین قول راجح و دیدگاه قوی تر در این زمینه این هست که شهرها و کشورهایی که افقشون یکی هست با هم دیگر هماهنگ هستند می توانند که با هم همزمان روزه بگیرند و همزمان در واقع عید بکنند. اما شهرهایی که از نظر افقی با هم دیگر تفاوت دارند اونها باید به معیار خودشون باشند. هر زمانی که ماه را دیدن هلال روزه بگیرند و هر وقتی که هلال شوال را دیدن در واقع عید بکنند و ماه مبارک رمضان در واقع به این صورت پیش اونها در واقع به خاتمه و پایانش میرسند. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود، تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.